صبح جمعه با شما. ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانید. به نام خدا. سلام. بابا ببین کی داره میاد تو کله پزی منصور کله پز. جونمی جون بزن زنگو. آقا فراسد شما کجا؟ اینجا کجا؟ به سلام آقا منصور، خوبی؟ قربونه. داشتم رد می شدم گفتم یه سریم به شما بزنم. سر به سر دل به دل خوش آمدی. خواهش میکنم. صفا آوردی که کلبه بی رونق و بی روغن ما روشن شد. داداش من در خدمتم، اوامری اگه هست تبدیل به عرایزش کنیم براتون. خواهش میکنم. آقا منصور 2 ورق استامینوفن معمولی میخوام با یه شربت معده و 2 تا سرم شستشو. ای بابا نوشداروی و بعد از مرگ سهراب آمدی آقا فراسد، معلم ادبیات نمونه. آقا منصور برای چی؟ بابا ما تغییر کاربری دادیم دیگه، داروخانه بی داروخانه، برگشتیم به اصل خودمون، کله پزی منصور کله پز. ای بابا اتفاقا شاعر بلند آوازه هم گفته. چی گفته؟ گفته هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. باریکلا به شاعر و به شما آقا فراسد باریکلا باید گفت. منم از قدیم و لیم گفتم که لذتی که در خوردن چشم و پاچه و بناگوش هست، در خوردن قرص و دوا و شربت نیست. همین و خلاص. آقا منصور جونم میگم که یعنی چای انبارم این داروهایی که من خواستم ندارید؟ نه که نداریم قربونت برم، دوران دارو تموم شد. از الان به بعد فقط آب مغز و نون تلیت سنگک. باش پس ممنونم، مزاحمتون نمیشم. صبحتون بخیر. کجا؟ مگه میگذارم بری؟ تازه پیدات کردم آقا معلم. بفرمایید آقا منصور، بنده در خدمتم. بشین سر میز شماره 3 تا یه کاسه آبگوش برات بیارم با یه زبون و یه چشم. نه آقا منصور، من باید برم. بشین بابا جون، امروز روز جهانی کله پاچه هاست، مهمون منی. نه اصلا نقل این حرفا نیست آقا منصور. من فشار و چربی خونم بالا
بالاست. دارو میخورم، نمیتونم غذای پرچرب بخورم. قربونت بریز دور اون داروهای شیمیایی رو. کیمیای سعادت و سلامت تو همین آب مغزه. بشین سر میز سکه اومدم. آخه آقا منصور ای بابا میشینی یا بشونم آقا معلم؟ ای بابا پس تکلیف کلسترول و تریگلیسیرین خونم چی میشه آقا؟ بشین سر میز. من اومدم آقا فراست. دنیا 2 روزه کلسترول و تریگلیسیرین نمیتونه تو رو بکشه. هر چیزی هم که نتونه تو رو بکشه قوی ترت میکنه. بشین من اومدم. بشی با تو بلند شو. بشی بلند شو. چی شده؟ سرسام طوری شده. سرسام بابایی. بشی واقعا که هیچ وقت فکر نمی کردم این کارو بکنی. من؟ چیکار کردم مگه روکی؟ واقعا حیف همه اون آرزوهایی که واسه آیندمون داشتیم. آخه چجوری دلت اومد از پشت بهم خنجر بزنی؟ خانی من اصلا نمیفهمم چی میگی. راستش از ویندوزم بالا نیومده. بگو دیگه چی شده؟ بی خود هاشا نکن. خودم تو گوشی دیدم. اول باورم نشد ولی اونو میگی. باور کن روکی، خودم هم میخواستم بهت بگم، فقط دنبال یه فرصت مناسب بودم. فرصت؟ جان تو باور کن من خواهرم رو دعوت نکردم. فقط یه تعارف خشک و خالی زدم. اونم گفت آخر هفته میاییم. همین. چی میگی تو؟ من خواهرتو چی کار دارم؟ خب پس چی؟ من اونیو میگم که دنبال میکنی. من دنبال کسی نکردم بابا. من صبح تا شب سر کارم. خودت که میدونی خانم. اون دنبالو نمیگم بشی. این تو رو میگم. سر تو بیار بالا ببینم. تو گوشی تو رفتی صفحه این پسر رو دنبال میکنی. چیو روکی؟ همین که مسخره بازی در میاره از خودش فیلم میگیره. آها تو هم دیدی؟ خدا وکیلی خیلی باله. بسه اینجا دیگه جای من نیست. یا جای منه بشی یا جای تو. بابا کجا؟ وایسا روکی. وایسا ببینم. مثل این که یادت رفته شرط ضمن عقدم چی بود داره؟ این که جز من هیچ کیو دنبال نکنی. خب حالا مگه چی شده اصلا؟ چی شده بشی؟ تو آبروی منو باردی. از فردا همه میگن ببین این چی کم داره که شوهرش رفته یکی دیگر رو داره دنبال میکنه. خالی ببخشید من غلط کردم. دست خودم نبود. یه وسوسه شدم. نه غلط هم بکنی نمیشه. من دیگه نمیتونم ادامه بدم. بشی وایسا تاج سر. ببین نرو روکی. اینجوری نرو. افسردگی یعنی چی؟ افسردگی یعنی دور و اطرافتو نگاه میکنی و میفهمی که شب یلدا هیچ کس نیست. بچه‌ها من مؤثرترین راه نابودی ویروس کرونا رو پیدا کردم. حالا گوش کنید فقط راه. بگو. اول تا 3 روز. خب 3 روز شیر عسل بخورید. روز 4 فقط شیر بخورید. بعد ویروسه میاد بیرون میپرسه پس عسل کو؟ شما میذارید تو سرش میکشیدش. خیلی بی‌معنی. من به سوالای من گیر میدی. این دستگاه فشار خون مچیا از یخچالم برای خونه به نظر من واجب تره. بله ببین میشه چند ساعت مهمونا رو باشون سرگرم. آخرش هم به خاطر فشار بالا طفلیا جرئت نمیکنن به جز خیار چیز دیگه ای بخورن. اصلا
بله من یه خواهشی دارم. خواهش کنید. اون شخصیت هم که قبل از غذا خوردن میبینید اونو خودم هم گردن نمیگیرم. لطفا فراموش کنید وقتی سیر شدم با ماشم همون شخصیت من چند وقت پیش از مامانم پرسیدم 2 میلیون بهم میدی؟ میگه اگه واسه سرمایه گذاری میخوای بهت بدم. یه چی دیگه من بیخیال شدم، ترسیدم همچون نقدینگی توی بازار زیاد شه، اون تهمونده اقتصادمونم بفره. مجدد خندرویان عزیز، وقت اون رسیده که با خبرهای داغ این هفته حسین هاشمی در خدمت شما و موی دماغ بعضیا باشیم. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت بیان کرد صدای پیر شدن جمعیت ایران می آید. پیرم و می لرزم، به 100 جوان می ارزم. کابل برق فشار قوی تونل مترو سرقت شد. راستی میگم لطفاً شبا داخل ایستگاه مترو چند نگهبان بذارید که واگونا رو ندزدن. اخیراً چند نوع نمک خوراکی غیر استاندارد اعلام شد. ای چنی بی نمک؟ یک مقام دولتی گفت نباید قیمت کالاها بی رویه افزایش یابد. بله راست میگه، باید با رویه افزایش پیدا کنه. اون راست شهردار تهران گفت تا 2 ماه آینده معتاد متجاهر در تهران نخواهیم داشت. ببخشید قربان، صادر میکنید به خارج یا اینکه به شهرستانهای دیگه؟ دریچه های روی موتور پله برقی پل هوایی در مشهد را دزدیدند. حتما تاریک بوده، خودی موتور را ندیدن. اعلام شد یارانه جدید 90 تا 120 هزار تومانی در راه است. افزایش نرخ مایحتاج عمومی که تو راه اومدنه با مشکل مواجه نشده که خدایی نکرده. اعلام شد تونل مشاع واقع در جاده هراز و نزدیک آبلی برای مسافران دردسرساز شده و ماشین هایی که از داخل این تونل عبور می کنند پنچر و داخل تونل مجبور به تعویض لاستیک خود می شوند. آقایون داداشم، من یه نکته خدمت شما بگم، راه حلش آسفالت کردن مجدد تونله ها. از فردا مغازه پنچرگیری تو تونل راه نندازید، این اشتغال زایی نیست. اعلام شد تا پایان سال قیمت نان تغییر نمی کند. بیچاره نان که همیشه خجالت زده و مورد سرزنش دیگر اقلام خوراکیه. اعلام شد تهران 6000 اتوبوس فرسوده دارد. و مابقی اتوبوس ها هم در تعمیرگاه ها در حال تعمیر و منتظر لوازم یدکی هستند. علت کمبود برخی از اقلام دارویی در کشور مشخص شد. علت آن نبود همان برخی از داروها می باشد.
از خبرهای این هفته به ادامه برنامه توجه بفرمایید. آقا بزن بغل، ماشین یکمی خالی بزن بغل آقا، زود باش تا سنگین جریمت نکردم. باشه. سلام جناب سرمان. چی شد؟ چه هیچی نشده. این چه طرز رانندگی وسط جاده؟ چی کار کردم مگه؟ من که خلاف نکردم. سرعت مجاز تو این جاده چنده؟ فکر کنم 120 تا. خب شما چند تا میرفتی؟ نمیدونم ولی 120 تا که نمیرفتم جناب سرمان. همون دیگه 120 تا نمیرفتی، داشتی 60 تا میرفتی. خب ایرادش چیه؟ نمیدیدی همه ماشینا پشت سرت چراغ میدادن بهت؟ جاده رو بند آورده بودی داداش من. شما نمیدونی رانندگی با سرعت پایین تو جاده هم خودش یه خلافه. خب این هم آروم رانندگی کردن من 2 تا علت داره. میدونی چیه؟ بگو ببینم. یکی ای که حوصله نداشتم زیاد پام فشار بدم رو پدال گازو. به کجا چنین شتابان؟ آخرش میخوای برسی خونه دیگه. خب چشمم روشن. دلیل دومش چی بود؟ والا عرض کنم خدمت شما، دلیل دومش هم افزایش 18 تا 20% قیمت خودروه. چه ربطی داره؟ نگاه جناب سروان، یه زمانی ماشین صفر 7-10 میلیون تومانی بود. خب این خرابم که میشو مینداختیش دور، یه نوشو میگرفتی. خب الان دیگه نمیشه که. الان از ماشینت باید بیشتر از بچت مراقبت کنی. تازه 20% هم با اجازه مسئولین عزیز گلمون رفته رو قیمتش. اینم حرفیه. چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ اما خب نگاه، تند که بری به ماشین فشار میاد. فشارم که بیاد دیگه هیچی دیگه. از یه جاش بالاخره میزنه بیرون. او یالی که ماشین آدم هم همینجوریه. او هم این ماشینای اسباب بازی که ما داریم میرونیم باش. آره. یه بارم نشد به جای اینکه بگم 20% میخوایم قیمتش اضافه کنیم، بگم میخوام 20% کیفیتش افزایش بدیم، چقدر خوب میشد. بله میگم الان توضیحات من کافی بود؟ بله. هیچ وقت تا حالا تو زندگیم اینجوری قانع نشده بودم. برو آقا، برو حرکت کن. با همون 60 تا برو به ماشینت فشار نیاد. الان دیگه ماشینت خراب شه نمیتونی درستش کنی. برو آقا حرکت کن، توقف نکن آقا. برو دیگه. این بابا چیزی دیگه به من نگو. آره ما دارم میرم دیگه. منتها ما خانوادگی همینجوری میریم. نرم و آهسته که مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهاییمون. یا خدا. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان دوست داشتنی برنامه صبح جمعه با شما هستیم با یه مسابقه دیگه از سری مسابقه های مهیج و مفید برنامه‌مون، جایی که نوابغ صبح جمعه با علم بیکرانشون هر هفته به شما اطلاعات جدید تقدیم میکنن. بله این بار هم با 2 تا از نوابغ برنامه، یعنی جناب آقای سپنتا بله و آقای ابی در خدمت شما هستیم. چاکرم. خب بریم سراغ سوال مسابقه که یه ضرب المثله. جناب سپنتا با شما شروع میکنیم تا آقای با ابی من شروع کنی. با اون شروع کن، من بسطا به شما ایشون یه مقدار طول میکشه تا روشن بشه. آقای سپنتا بفرمایید، خواهش میکنم. یه ضرب المثل میگم، شما بگو کنایه از چیه. کدوم ضرب المثل؟ همینی که الان میخوام بگم. مگه هنوز نپرسیدی؟ نه نپرسیدی. 2 ساعتی داری چیز میزنی، حرف میزنی، شامل سوال نمیشه. عزیزم داشتم با شنونده‌های عزیز برنامه حال احوال میکردم، الان میپرسم دیگه. باشه پس بفرما. بپرس. فندکتون که آقای ابی خواهش میکنم، من شما رو با اصرار قبول کردم تو این برنامه. خب این ضرب المثل کنایه از چیه؟ این شطوریه که دم خونه همه میخوابه. کدوم شطور؟ همین شطوری که تو ضرب المثل عزیزم. مگه شطور تو ضرب المثل جا میشه؟ سپنتا جان کلمه شطور رو دارم میگم. مگه کلمه شطور میتونه چیز کنه یعنی بخوابه؟ بارالله هنوز شروع نشده شروع شد. برادر من شما کاری به جمله بندی و کلمه اینا نداشته باش. بلکه شطور انبرنشان داره. اجازه بفرمایید. مگه بخواد شطور بیداره؟ عزیزم فقط بگو ضرب المثلی که الان گفتم چی میخواد بگه. همین شطوره؟ بله. شطور مگه حرف میزنه که بخواد چیز بگه؟ معنیشو عرض کردم. معنی شطوره؟ نه شطور بلش کن، معنی ضرب المثل. خب معلومه دیگه. میخواد بگه چیزی تا در واقع میخواد بگه این شطوره چند شب نخوابیده، خسته است. خب ممکنه دم در خونه هر کسی چیز کنه. چی؟ یعنی بخوابه. آقا اشتباهه، ادامه نده خواهش میکنم. اشتباهه. گرفت شطوری دارم. اجازه بفرم عزیز من. آقا یعنی چی چند شب نخوابیده؟ چی دارم شطوری زدم؟ سوالو از شرکت کننده دیگه مسابقه میپرسم. جناب ابی سلام.
چیزتا کوک میکردی میامدی ساعت آقای ابی خان چی شد؟ مامورا اومدن؟ نه شاتار اومده. آقا اجازه بفرم مامور چیه؟ نه آروم باش. من اینجا صبح جان با شماست. بله مسابقه داریم. مسابقه چی؟ عرض کردم مسابقه صبح جمعه. یادت نیست اومدی اینجا با هم اومدی؟ الان یادم افتاد. درسته. خب شما جناب فرمایش من مجری مسابقه. بلش کن اصلا اینا. فکر شاتاری جواب عزیزم. آقای اجازه شما حسن آقا بایی؟ حسن آقا بایی کیه اینجا؟ آقا جواب سوال بده بگم بلدی یا نه اصلا. من آره داداش سوالتو بپرس. سوال عزیزم من سوال مطرح کردم. آقا عزیز من جناب آقای مجری این از لحظه‌ای که اینجا نشسته چیز بوده؟ از کجا بدونه سوالتا چیزته؟ نه ببین آخه ما مسابقه رو تازه شروع کردیم. آره داداش سوالت بپرس دوباره بپرس. باشه برای اینکه اختلافات تموم بشه من دوباره سوالو مطرح میکنم و ضرب المثل رو میگم. ببین آقای ابی من ضرب المثل رو میگم و شما بگو کنایه از چیه. چی کنایه زده؟ بگو داداش بگو. این شطوریه که دم خونه همه میخوابه. کی میخوابه؟ شطوره. چرا میخوابه؟ ای بابا ما کاری نداریم چرا میخوابه. ما معنی اون ضرب المثل رو میخوایم. نه خب باید بدونیم از چی خوابش میبرن اون وقت معنیش هم مشخص میشه. خدای من شما فکر کن شب قبلش نخوابیده الان خوابش میاد. ای ناکسان آمده یعنی دیشب برنامه بوده و ما نگفتم. گفتم فرض کن شما فقط. فرض چیه داداش؟ این رفیقای ما همیشه همینم مفخور و مفکش. یه به شطوره گفتم وقت به من نگفت. عزیزم شما چرا شطور رقیب خودت میبینی؟ شطور دیشب تو برنامه رفقای شما نبوده خیالت راحت. پس تو برنامه کی بوده؟ ما هم نفریم. تو هیچ برنامه نبوده. ای بابا نوکرتم پس چرا نخوابیده؟ بابا شاید یه برنامه دیگه ای داشته. آخه کی با شطور برنامه میذاره؟ چرا شطور دیگه؟ چش بوده. آقا بزنم بگم دیشب شطور مریض بود نخوابید. چش بوده نکنه کرونا داره. الان اینجا که نیستم آلوده بشیم. نه عزیز من کرونا نبوده. شطور مگه کرونا میگه؟ فکر کن سرما خورده بوده. خب بگید بعد بیا پیش خودم یه نخود بهش میدم. نخودی نیست که فلفل درمون میشه. اونا باید کفته تبریزی بدی به آقای سپنتا تجربیاتتون رو به رخ ما نکشید. این برنامه مخاطبش خانواده است. من خانواده خودم نمیذارم گوش کنه. بله شرکت کنندگان عزیز وقتتون به پایان رسید و باز هم مثل همیشه نتونستید جواب سوال ساده مسابقه رو بگید. خب اینم از مسابقه این هفته ما شنوندگان عزیز. تا مسابقه بعدی خدا یار و نگهداره هممون. آقا ابی میگم از این چیزی که گفتی داری؟ آره آقا سپنده شما؟ نه آقا چه حرفیه واسه شطوره میخوام. یکم چیز خورده سرما خورده قضیه تموم شد. آره داده شمارت بزن تو گوشیم بزن. ایولا چیز سرت بگردم من دست نکنم. باشگاه بیکاران بلا تکلیف. سلام به دوستان خوبه. سلام. به باشگاه بیکاران بلا تکلیف یا همون به امروز اومدیم که بازی چالش چیه رو انجام بدیم. خب چی جون خوبی؟ آره آقا جون تو رو عشقه. شما به ما بگو زایه شدن چیه؟ زایه شدن سومین بوسه در روبوسیه که وقتی طرف به 2 تا قانه میشه جا خالی میده میخونی تو دیوار. خدا رو شکر 2 سال کرونا اومده این زایه شدن ها جمع شده در طول کاره. آره آقا جون سلام آقا بچی. سلام آقا بچی. قربونت برم. سلامت باشی. آخه دیگه نفتم نیست. تموم شده. میذاری سوال کنه یا نه؟ آره خانم شما باشه افسر بیاد کروکی بکشه. میبینیشون. آره بقید میشه شما بهمون بگی
بابات اجازه نمیده یعنی چی؟ بله آقا چی بله. ببینید جمله ایه که مامانم همیشه در جواب خواسته های من به کار میبرد که عاقبت مشخص شد هر وقت میگفت بابات اجازه نمیده در واقع خودش اجازه بمیرم بچی روکی میبینی من چی کشیدم دل پاره است. روکی شما خوبی روکی؟ وقت داری یه لحظه من این سوال بکنم؟ خواهشاً لطفاً تقاضا میکنم تاج سر به ما بگو افسردگی یعنی چی؟ الان میگم بشیتونم. بچه ها گوش بدیم به همتون میگم افسردگی یعنی توی جمع تا میخوای یه چیزی رو تعریف کنی یکی میپره تو حرفا یه چیزی جالب تر میگه و همه دیگه یادشون میره تو داشتی حرف میزنی تا عمر داری توی اون جمع حرفت نمیاد همه فکر میکنن افسردگی به روکی چه توضیح نیست افسردگیه گلی جونم حالا نیشه تو به خیلی داری میخوام بشی این برا نگاه کن و حواسم به شما تو به ما بگو که امید یعنی چی؟ امید الان میگم امید یعنی حالتی که اول سال میگی امسال اوضاع بهتر میشه ولی وقتی به وسطای سال میرسی دعا میکنی که وضعیت از اینی که از بدتر نشه شما هر سالم تکرار میشه شما هم که پوشونی تو سرورم سوال از همتون دارم آقا جون یه سوال داره چالش این هفته باشگاه بیکاران بلا تکلیف امیدوارم شنونده های عزیز خوشتون اومده باشه تا چالش بعدی همگی با هم میگیم خدا بزرگ جانم شنیدی میگن سریلانکا جای پول نفت چایی به ایران میفروشه؟ نفت که از سفرمون رفت منگاش حالا باز جای شکرش باقیه که چاییمون میرسه آقا فراسد جانم آقا بویوک شنیده میگن نرخ دلار و یورو افزایش یافته؟ این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود مگه تا حالا کاهش هم داشته؟ منقاشیان چی میگی؟ شنیدی میگن تو طرح جدید مسکن ملی برای ساخت آپارتمان 60 متری برنامه دارن؟ واسه افزایش قدرت خریدش چی برنامه‌ای ندارند؟ هیوه جان جانم شنیدیم میگن قراره به کسانی هم که ماشین ندارن هم بنزین بدن؟ منی شیعه اگه میخواید با بنزین دادن به من گرونش کنید ما راضی نیستم باشه منقاش جونم شنیدی میگن زمینه ساخت 2 میلیون مسکن فراهم شده؟ بازم که مسکن قرار بود خونه بسازن نه مسکن آقا منقاشیان چطوری تو خوبی؟ نوکرتم تو رو عشقه شنیدی میگن 90% مواد مخدر جهان تو ایران کشف شده؟ کشف شده؟ یا خدای نکرده مصرفم شده؟ حالا دیگه شما گلی خانم احیانا شما شنیدین که میگن امسال زمستان و تابستان سال بعد خاموشی نداریم؟ طور خود زمستون رو بیخیال شدی کم خاموش کنید مازوت نسوزونید نفس بکشید مرسی خب دیگه نوبتی هم باشه نوبت قاطی پاتی این هفته است. الو
الو من تو میشنوی یا نه؟ من تو واگن مترو هستم. تو کجایی؟ تو آنتنی تلویزیون. آره تو رابطه روزا آویزون کردم از بس بو میداد. چی؟ کپشی پدر بزرگی خدا بیامرزه میخواد چی کار کنی؟ من میخوام بوش کنم. عاشق عطرشم، مخصوصا گلی که تو کاشته باشی عزیزم. راستی پرورش گل و گیاه از کی یاد گرفتی؟ از گاو کلمراد. گوش کن میگم شیرش پرچر و گاو کلمراد. اگه بگی چی؟ گفتی گاو کلمراد گفتی چیکار کردن؟ با شوهرش رفته مسافرت که اونم رفتن کانادا. نه بابا اختلاس چیه؟ اصلا شوهر خودت کجا؟ مرد. آره بابا خدا رحمتش کنه. بله. نه بابا فقط 98 سالش بود. آره میدونی مزارش کجاست؟ تو انباری تو زیر زمین. آره همون تاست. چی؟ جورابی مادر منم میخواد چیکار زلیل مرده. میخوام بو کنمش. عاشق عطرشم. اصلا عطر گل یاس یه چیز دیگه. میگم میدونی دوست دارم با تو کجا باشم عطر گل یاس بو کنم؟ وسط لجنزار ده بالا. آره اونجا رفتم. اردک شیطونیه. راست خروست کجا شوهر کردم خونه یه بخت. آره میدونی با کی ازدواج کرد؟ با موتورسیکلت. آره بد جور تصادف کرد، دست و پا شکسته. الان میدونی کجاست؟ تو دقیقی سرکه. آره توش مربای هویز ریختم. چی گفتی؟ تخمی مرغی جندیده. میخواد چیکار؟ میخوام با تمام وجودم بوش کنم. عاشق عطرشم. ای بابا تو حالت بد نمیشه هر چیزی جندیده را بو میکنی. چی میگی خانم؟ من که با شما نیستم. میدونی دارم با کی حرف میزنم؟ با بوقلمون کلمرادی. آره بیشتر وقتا با اونم. چی؟ گفتی بوقلمونش چی شدن؟ طلاق گرفت مهریه‌شو گذاشت اجرا. آره بابا پاکی کردم بابا. میگه بوقلمونم طلاق میگیره. بوقلمون چیه خانم؟ چی میگی واسه خودت؟ الو میگم مرد. آره بابا خود کرد. مسافرین محترم به خدا سرسام گرفتم. خدا بگم نویسنده ای خاطی پاتی رو چی کار کنه که پای منو وارد این واگن کرد. ایستگاه پایانی میباشد. لطفاً برید بیرون. من اولشم گفتم این دختر مشکلی روونی داره. اینو گوش کن. من اخیراً به عمم که اروپا زندگی میکنه تماس گرفتم. بهش با کلی ذوقش گفتم عمه من خیلی دوست دارم بیام اونجا زندگی کنم. هیچی برگشت گفت خب اینجا کسی داری بری پیشش یا نه؟ عمه‌ست دیگه آدم نباید بدی. بله عمه‌ست. آقا جون بابا چی دارم میاد تو مترو بهم میگم پاشو این خانم یا آقا بشینه. بابا خودم دارم میبینم اگه فرهنگ داشتم که پا میشدم. منم یه چیزی بگم. بفرم بسر جون. دیدین تو این تبلیغا همیشه تو یخچالشون کیک و میوه و خوراکی دارن. دیدین دیگه؟ بله. این چیزا تو خونه ما قبل از اینکه به یخچال برسه تموم میشه. من شهربازی های این شهر رو بیشتر از هر جای دنیا دوست دارم بچه. میدونی چون با اینکه وسایلش کهنه تر و ساده ترن ولی هیجانشون به مراتب بیشتره. چون میدونی جدی ممکنه بمیری. یه سره میکنه. آخه میدونین ما نسلی هستیم که والدینمون وقتی میخواستن ما رو بخوابونن اینجوری قصه میگفتن. یه شب یه جن از قبر اومد گفت اون کیه که نمیخوابه الان میام میخورمت. بعد ما از شدت ترس بیهوش میشدیم فکر میکردن خوابیدیم. خب بزنی تو دهنشون. بیا کانال رو عوض میکرد.
با درود فراوان خدمت شنوندگان عزیز و دوست داشتنی، مشاعره امروز رو با حضور شاعران عزیز در خدمت شما هستیم. موضوع مشاعره امروز ما کلمه چشم هستش. این کلمه کلیدی و مهم. خب در آغاز از به از جناب استاد منصور خان عزیز خواهش میکنم چراغ محفل ما رو روشن کنن. استاد بفرمایید. میگه با دشمن خود عزیز من کل کل کن، به پاهای تمام دشمنان را شل کن. ای جانم. اما چو زنت فشار آورد به تو، یک چشم بگو و مشکلات را حل کن. استاد بسیار زیبا بود، آفرین. اما چو زنت فشار آورد به تو، یک چشم بگو و مشکلات را حل کن. واقعا نصیحت خوبی بود استاد. خب رسیدیم خدمت. آخه سلام علیکم. سلام علیکم جناب آقای استاد جان علی. خوبی شما؟ الحمدلله. جناب استاد شما چه سرودید؟ بله با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده هم این دو بیت رو تقدیم می نمایم. بله بفرمایید. تو چشم بگو ببین چه خوب و عالیست. به به. تو چشم بگو ببین چه خوب و عالیست، تا نمره بگیری از زنت آن هم 20. به به. گر چشم بگفتی و نشد مشکل حل، بله با چشم بگو که چاره دیگر نیست. احسن. شدیداً تحت فشارم. بله ببخش. احسن مرحبا. گر چشم بگفتی و نشد مشکل حل، باز چشم بگو که چاره دیگر نیست. واقعا جز گفتن چشم کار دیگه ای نمیشه کرد. خب آخه دلاور جان، جناب استاد دلاور عزیز جانم، شما چه سرودید استاد؟ با سلام بندم چنین سرودم. بله از بحر شما نصیحتی دارم من. به به. هرگز سر همسر خودت داد نزن. به به. گر داد زدی بگو غلط فرمودم. به به. ورنه کتکی خوردی تو از نوع خفن. دلاور جان دم شما گرم. گر داد زدی بگو غلط فرمودم، ورنه کتکی خوری تو از نوع خفن. اونایی که خوردن میدونن من چی میگم. خدا به روز هیچ مردی نیاره. خب در همین جا مشاعره امروز ما به پایان رسید. تا مشاعره دیگر حق یارتان. خب کم کم وقت برنامه‌مون داره به پایان میرسه. ما هر هفته این موقع همینو میگیم و باز بهش عادت نمی کنیم. امیدوارم که شنیدن این برنامه حسابی بهتون چسبیده باشه. وای به من که خیلی چسبید. زود باش بریم الان شروع میشه. جمعه از همه میان. بدو کجا دلارم خانم شال و کلاه کردین دارین میرین؟ کجا برنامه داره تموم میشه. گفتم با دلاور بریم واکسن بزنیم. مگه نزدین از شما؟ و این زدیم بازم میزنیم. میخوام بریم دوز سوممون رو بزنیم. آها دوز سوم. آفرین خیلی مهمه. خیلی ها میگن ما دوز زدیم بس دیگه. نه بس نیست. هرچی بیشتر بهتر. هرچی بیشتر بهتر که البته درست نیست. همین دوز سوم بزنین تا اعلام بعدی خیلی عالیه. نه بابا این سویه جدیدم اومده بهتره بزنیم. بله این سویه جدید مصری هم هست، یعنی مصری تر هم هست. شنیدم تو مدت 2-3 روز 2 برابر میشه. خیلی موزیه خانم موجی. من میشناسم. از کجا میشناسینش آقا دلاور؟ دور میشناسم. آقا شوخی میکنه خانم رفی، ولی خودش یه بار کرونای سختی گرفته میدونه که باید رعایت کنه. حواسش به این سوی مویه جدید باشه. خب خیلی خوبه که اطلاعات و سواد ما نسبت به واکسن زدن رفته بالا. من در روزهای گذشته که نگاه میکردم دیدم خیلی از مردم دارن میرن که واکسن دوز سومشون رو هم بزنن. امیدوارم که همچنان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و زدن واکسن آمار مبتلاهامون پایین بیاد و این سویه جدید سوی ما نیاد. انشالله.
خب دوستان عزیز، ممنون از این که با ما همراه بودید. تا یه برنامه دیگه همراه گروه خوب صبح جمعه با شما از شماها خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.